وی در این باره گفت: اگر درختی را که ریشه در خاک دارد از جایی به جای دیگر ببرید، آن درخت دیگر میوه نمیدهد و اگر بدهد، آن میوه دیگر به خوبی میوه‌ای که در سرزمین مادریش میتواند بدهد نیست. این یک قانون طبیعت است. فکر میکنم اگر سرزمینم را رها کرده بودم، درست مانند این درخت شده بودم. چجوری مسئولیت این رو من به عهده بگیرم که کسی بره یا بمونه؟ من بر اساس خودم میتونم بگم، من 1 دقیقه خارج از ایران تاب نمیارم. جوانترم که بودم خیلی میرفتم کارم که تموم شد برمیگشتم. ربطی به ما نداره بیرون. گم میشین و از بین میرین. من اون چیزی که توی آماری لااقل تو دوستای خودم، همکارای خودمون بعد از سال 57 رفتن، هر کدومشون که میبینی روحیات داغونه. یعنی مثلا اونا که میرن امریکا یه ذره روحیه دارن بابت اینکه زندگی لس آنجلسی امریکایی میکنن. اگه اینجوری فکر بکنین حتما چیزی بدی نیست، اما اگر برای یک هدفی تو زندگیتون دارین خیلی کار سختیه بند شدن اونجا. و اینکه ما هر چی میگیریم چه خوب و چه بد از اینجا میگیریم. من نمیتونم فکر کنم چجوری میشه خارج از ایران زندگی کرد. حالا نسل شماها، برای همین میگم من نمیدونم، مال شما شرایط خیلی شرایط سختیه. به اندازه شما دشواری ندارم، چون ما دیگه مثل درختایی هستیم که آب قطع شده، اما ما ریشه هامون تو خاک دیگه احتیاج هم به آبیاری نداریم، ولی شما از آب دستی احتیاج دارید، میدونید، برای اینکه بتونین که زندگیتون بگذرونید. و من جواب پاسخگوی خوبی به تو نیستم که بگم برو یا بمون، بلکه میدونم شما دارین خوش میشین، ولی اونورم میدونم که وضعیت خیلی خیلی بده. من آدمایی که میبینم یا طبقه شماهان که یه شوری برای یه کاری داریم به هر حال، و واقعا شورم اجازه نمیده که دشواری‌های زندگی اینجا رو درک کنم. من در اون شور با شما شریکم، با هم نسلای خودم در یه چیز دیگه شریکم، اونم به یه رضایت این که به نظر میاد ما حق انتخاب نداریم. میگن در جهنم مارهایی است که آدم به اژدها پناه میبره. ما چون میدونیم که هیچ جای خبری نیست، بنابراین اینجا با شرایط کنار میاییم و زندگی. هر دوتاش از 2 زاویه مختلف برای کسایی که اینجا موندن توجیه قابل قبولیه. یعنی هم ما اینجاییم هم شما، اما میدونیم اینجا خوشحال کننده نیست. این چیزی که داره اتفاق میفته خیلی ناامید کنه.